توی در واقع تب اول شما بر اساس هر آیتمی که بخواید میتونید انتخاب بکنید و ثابت‌های امتیازبندی رو بهش بدید. نرسار امتیازبندی رو براتون انجام میده. اگر که بر اساس همه آیتم‌ها میخواید امتیازبندی انجام بدید، میتونید از همین دو تا کلید استفاده کنید و در واقع این آیتم‌ها رو انتخاب بکنید. توی ثابت‌های امتیازبندی میتونید این عددا رو بدید. یه پیش‌فرضی همه عددهایی که اینجا میدید، ستینگ‌هایی که انجام میدید، میتونید ذخیره بکنید به یه نام خاصی داشته باشید. یا میتونید آیتمایی که قبلا ذخیره کردید دوباره بیارید ازش استفاده کنید. یعنی شما یه بار در واقع اینجا تنظیمات انجام بدید، میتونید ذخیره بکنید برای بعدنها داشته باشید. در واقع دوباره نخواهید عددا رو وارد کنید. یه پیش‌فرض اینجا ما داریم که سعی کردیم بخشنامه‌های اداره تعاون توش باشه. حالا یه سریش ممکنه عوض شده باشه، ولی آیتمایی که الان اداره تعاون میگه به این شکل است. این عددهایی که اینجا می‌بینید دقیقاً همه در واقع آیتم‌ها توش هست و عددا آماده است. میتونید بر اساس همین پیش‌فرض جلو برید. کافی اینجا عددهایی هم که بخواید تغییر بدید میتونید به راحتی تغییرشون بدید. وقتی اینجا به یه در واقع یه ستینگ نهایی رسیدید، میاد توی محاسبه امتیازات. توی محاسبه امتیازات اول باید پروژه‌ای که میخواید براش امتیازبندی انجام بدید انتخاب بکنید. بعد توی تاریخ باید تاریخی که میخواید امتیازبندی انجام بشه وارد کنید. چون ممکنه شما بخواید به تاریخ روز نباشه، مثلا به تاریخ یه ماه قبل باشه. شما میخواید مثلا به خاطر پرداختی‌های خاص توی تاریخ خاصی امتیازبندی انجام بدید. اینجا کافیه دوباره اینتر بزنید، تاریخ جاری استون رو بهتون نشون میده نرسار. اگه قبولش میکنید که تاییدش میکنید، وگرنه تغییرش میدید. کافیه کلید بعدی بزنید. ما دو تا امتیازبندی اینجا داریم که من الان توضیح میدم که چه تفاوتی با هم دیگه دارن. اینتر اگر بزنید این امتیازبندی انجام میده. اول امتیاز خوش حسابی شخص رو حساب میکنه، بعد امتیاز کل آیتما رو میاره، امتیاز خوش حسابی هم در واقع به این اضافه میکنه و نهایتاً به یه کل امتیازی میرسه. در واقع تو دو تا جدول، تو یه جدول فقط خوش امتیازیش رو حساب میکنه. یعنی شما اینجا آقای 2 اینقدر کل واریزیش بود، امتیاز خامش اینقدر میشه. بر اساس محدوده امتیازی که ما اینجا دادیم، ما گفتیم محدوده امتیاز خوش حسابیش مثلا تا این حد نهایی 60 باشه. بر اساس این عددا رو تنظیم میکنه که از اون عدد بزرگتر نباشه، اون محدوده خاص باشه. محاسبه امتیازی یک در واقع برای اینه که اگر توی تعاونی از روز اول اطلاعات به صورت منظم وارد نشه، یعنی نرسار اقساط‌بندی‌هاشو مشخص نکرده باشید، واریزی‌ها رو وقتی دارید در واقع پرداختی‌ها رو از سهامدار میگیرید، تاریخ قسط رو دقیقاً مشخص نکنید که تاریخ قسط کی بوده و این مربوط چه قسطیه. فقط یه سری پول از سهامدار بگیرید، دیگه هیچ اطلاعاتی بهش ندید، یه سری فقط در واقع پرداختی ثبت کنید. برای همین قسمته چون یه سری تعاونی‌ها بودن برای من، ما دیدیم این کار انجام نمیدن، نهایتاً هم یه امتیازبندی میخوان انجام بدن. اینجا خیلی دقیق سعی میکنه بر اساس پول رسوب و روز رسوب یه امتیازی براشون در نظر بگیره و کل واریزی. امتیاز هم عدد منطقی است، یعنی امتیازی که میده خیلی با امتیاز 2 فرقی نداره. حالا من محاسبه امتیاز دارم، وقتی توضیح دادم میتونیم با هم مقایسه کنیم که چه فرقی با هم داره. بعد که امتیازبندی انجام دادید میتونید چاپ و گزارش رو بزنید بر اساس آیتمایی که خودتون میخواید اینجا بر اساس آیتمایی که میخواید اینجا در واقع چاپ بکنید. مثلا میخوایم نزولی بر اساس خوش حسابی یا کد سهامدار یا کل امتیاز چاپ بکنیم. اینجا بیشترین امتیاز این شخص بوده که عدد خوش حسابیش اینه، کل امتیازش اینه. اینجا توی الان 4 صفحه شده پرینتمون کامل توضیح میده که الان چه کسی چقدر واریز کرده و خوش حسابیش چقدره و امتیازش الان چقدر. اینجا میتونید دقیقاً بر اساس این آیتم عمل کنید و آپارتمان‌ها رو واگذار کنید به سهامدارا. محاسبه امتیاز 2 که یکم کامل‌تر و دقیق‌تر از اینه، همون عددهایی که یادتون باشه اگر توی بخش در واقع پروژه‌های یادتون باشه ما اومدیم جریمه در نظر گرفتیم و سود در نظر گرفتیم. کسایی که اقساطشون به موقع دارن پرداخت میکنن در واقع امتیاز میگیرن، کسایی که دیرتر پرداخت میکنن ازشون امتیاز کسب میشه. اگر این عملیات همش رو درست انجام داده باشید و موقعی که میخواید یه پرداختی از سهامدار بگیرید دقیقاً شماره قسط رو وارد کرده باشید، اینجا وقتی میخواید افزودن رو بزنید شماره قسط رو بزنید که الان چه قسطی دارید میدید، الان عملا یکشو انجام میدید. میتونید یه امتیازبندی کامل انجام بدید. پس
برای اینکه بتونید توی بخش امتیازبندی از امتیازبندی شماره 2 استفاده بکنید، من مراحلش رو یکی یکی بهتون میگم، میخواید دقیقا یادداشت کنید که کامل داشته باشید. بخوایم امتیازبندی شماره 2 رو انجام بدیم و خیلی امتیازبندی دقیقی هم هست، شما اول باید بیاید تو مرحله اول لیست سهامداراتون رو وارد کنید. پس مرحله اول اینه که شما لیست سهامدارات رو وارد کنید، تو افزودن بیاید یکی یکی سهامداراتون رو به سیستم معرفی کنید. توی مرحله دوم شما باید بیاید پروژه‌هاتون رو تعریف بکنید، بگید که شما چه پروژه‌هایی دارید. ممکنه چندین پروژه داشته باشید، پروژه‌هاتون رو اینجا مشخص کنید. توی مرحله سوم شما بیاید اعضای هر پروژه رو مشخص کنید. مثلا بگید که این پروژه چه کسایی عضوش هستن. مثلا این آقای نوح الان عضو این پروژه نیست. کسایی که عضو هستن میتونید گوشش اینجا بگیرید اینجا بیارید ول کنید، در واقع دراگ دراپ موثر میتونه اینجا عضو این پروژه بشه. پس تو مرحله سوم شما باید اعضای هر پروژه رو مشخص کنید که چه کسایی هستن. توی مرحله چهارم که اعضای پروژه رو مشخص کردید، شما باید اقساط پروژه رو مشخص کنید. مشخص کنید که شما توی این پروژه چه گروه اقساطی دارید و این اقساط تاریخاش کیه و چند تا قسطه. یعنی اشخاصی که میخوان توی این پروژه عضو بشن باید چه پولایی به شما بدن. تاریخ دقیق قسط هم مشخص کنید که تو چه تاریخایی چه مبلغایی باید به شما بدن با شماره قسط. پس این تو مرحله چهارم اگر درست یادم باشه. تو مرحله پنجم شما میاد کسایی که عضو این گروه اقساط هستن مشخص میکنید. الان توی پروژه امام خمینی کسایی که عضو پروژه 20 متری هستن میتونید مشخص بکنید. میتونید با یک کلید تمام اعضا رو عضوش بکنید، با یک کلید تمام اعضا رو در واقع از عضویت بردارید. میتونید یک به یک هم این کار رو انجام بدید، با این کلید عضو این پروژه بشه. تا اینجا نه، شماره اسم شما اعضای هر پروژه رو مشخص میکنید. توی این قسمت شما مشخص میکنید که این اعضا کدوم پولها رو باید به شما بدن، جزو کدوم گروه هستن، یعنی چه پولایی باید توی حساب تاوی واریز کنن. اینجا مشخص میکنید. توی مرحله بعدی که اینجا تا اینجا ما ستینگ‌های اولیه رو انجام دادیم، توی مرحله بعدی شما میاید سهامدارا میان یه سری واریزی در واقع به حساب تعاونی واریز میکنن دیگه. توی این مرحله شما میتونید مشخص کنید که سهامدارا چه پولایی به شما در واقع پرداخت کردن. اینجا میتونید بیاید تو پرداختی سهامدار، شخص سهامدار رو که انتخاب کردید، افزودن رو که زدید، شروع میکنید اینجا با اینتر حرکت میکنید. واریزی نقدی یا چکیه میتونید انتخاب بکنید. بعد که انتخاب کردید تاریخ ثبت رو میتونید بزنید که الان چه تاریخ دارید اینو ثبت میکنید از حساب به حساب. دیروز کامل من خدمتتون توضیح دادم برای اینکه سند اتوماتیک بخواد زده بشه، اینجا از حساب بستانکار میشه به حساب بدهکار. اینو اینجا مشخص میکنید. حالا من خط تیره میکشم، میتونید اصلا لینکش هم نکنید بخش حساب دارید. هر وقت ازتون کد حساب خواست خط تیره بکشید و رد بشه. تاریخ چک، الان چون چک من وارد کردم، تاریخ چک میخواد، شماره چک ازتون میخواد، مبلغ ازتون میخواد که مبلغ چقدره. وقتی بابت میخواد ازتون، میگه که بابت چی داره این پول به تعاونی پرداخت میشه، شما کافیه که بیاید از آیتمایی که اینجا داره بابت اقساط انتخاب کنید. آره این پول سلام داره بابت اقساط داره به شما پرداخت میشه. نکته‌ای که فقط اینجا وجود داره و خیلی مهمه، شما باید بیاید یه اسپیس بزنید، شماره قسط رو مشخص کنید. مثلا این قسط دومش رو داره پرداخت میکنه. وقتی اینجا اینتر زدید این نشون میده که قسط دوم تاریخش کی بوده، تاریخش الان تو این تاریخ بوده، مبلغش هم اینقدر بوده. کافیه اینجا بیاید اسم پروژه رو هم که انتخاب کردید، همینجا دقیقاً بهتون میگه که این شخص تاریخ واقعی این قسط کی بوده و این شخص داره الان دیر یا زود این پول داره به شما پرداخت میکنه. الان این شخص داره 1978 روز این پولو دیرتر از وقت واقعیش به شما پرداخت میکنه که الان داره بد حساب میشه دیگه. در واقع اینجا عدد پشت حسابیشو براتون محاسبه میکنه. اگر تایید بزنید الان این ذخیره میشه و این عدده تو همون جدولی که تو پروژه گفتن تاثیر میذاره و برای شخص جریمه در نظر میگیره. شخصی که اینجا عددش مثبت باشه براش در واقع امتیاز مثبت در نظر میگیره. پس مرحله ششم اینه که شما پرداختی‌های سهامداران رو وارد کنید به شرطی که موقعی که در واقع انتخاب کردید این پول بابت اقساطه، جلوش شماره قسطتون رو مشخص کنید که مربوط به کدوم قسطه. این هم از مرحله ششم. توی مرحله بعدی میریم سراغ امتیازبندی. تا اینجا ما همه ستینگ‌های اولیه رو انجام دادیم.
دیتا هم وارد کردیم، پرداختی ها رو. حالا میریم سراغ امتیازبندی. اینجا آیتم های مورد نظرتون رو مشخص میکنید یا اینکه از همین در واقع پیش‌فرض میتونید استفاده کنید و هر تغییری دوست دارید روش انجام بدید، بعد با یه آیتم جدید ذخیرش کنید. اینجا کافیه شما تو مرحله در واقع هفتم شما ستینگ هایی که برای امتیازبندی لازمه انجام میدید. مرحله هشتم شما میرید تو محاسبه امتیازات، اسم پروژه رو انتخاب میکنید که اعضاش مشخص باشه، تاریخ امتیازبندی رو مشخص میکنید و از محاسبه امتیاز 2 استفاده میکنید. چون محاسبه امتیاز 1 این مراحل لازم نداره، شما کافی بود که پرداختی سهامداران رو وارد کرده باشید، اینجا حساب میکرد. ولی اینجا میتونید از دو تاش هم میتونید استفاده، ولی اینجا محاسبه امتیاز 2 خیلی دقیق‌تر میتونه بهتون کمک کنه. مثلا ببینید اینجا این شخص چون شماره اقساط رو وارد نکرده جلوی اقساطش، اینجا نتونست دقیق حساب کنه، پس بهتره که اینجا از امتیازبندی شماره 1 استفاده بکنید. امتیازبندی شماره خیلی دقیق‌تر داره این کار انجام میده. پس این هم از مرحله هشتم امتیازبندی. توی امتیازبندی یک سری آیتم های دیگه هست که من خدمتتون توضیح میدم. دوباره این کار انجام میدیم که اولا به مثلا برخورد کنیم به الان در واقع محاسباتی که اینجا انجام میده، یه تب بعدی که اینجا گزارش‌ها که خدمتتون گفتم لغو محاسبه امتیازات، در واقع امتیازبندی که انجام کردید لغو میکنه و دوباره میتونید امتیازبندی انجام بدید. واسطاً هم که فرمولی منده. ایرادات محاسبه برای اینه که شما ممکنه یه سری ایراد امتیازبندیتون به وجود بیاد. مثلا چی؟ شما بر اساس تاریخ عضویت توی تعاونی دارید امتیاز میدید، مثلا به ازای هر سال یک امتیاز دارید به سهامدار میدید، ولی تاریخ عضویت یک شخص رو وارد نکردید. اینجا حقش ضایع میشه دیگه، چون اون شخص با بقیه تفاوت داره. مثلا شما شخص خاصی رو تاریخ عضویت رو وارد نکردید ولی مال بقیه رو وارد کردید، ما امتیاز میگیرن، این شخص امتیاز نمیگیره. اینجا نرم افزار سعی میکنه تا جایی که میتونه بهتون ایراداتی که توی امتیازبندی وجود داره بهتون گزارش بده که شما در واقع ایرادات رو رفت. الان ایرادی برامون نگرفته که اینجا میتونید چاپش هم بکنید. تب بعدی امتیاز اعضا قبل از شرکت در پروژه است. در واقع شما اصلا قبل از اینکه پروژه شروع بکنید میخواید ببینید که سهامداراتون بر اساس تاریخ استخدام، بر اساس افراد تحت تکفل، بر اساس آیتمایی که خودتون در نظر دارید چه امتیازی دارن. چون میخواد یه پروژه رو مثلا از روز اول میخواد یک شرکت‌های عضو پروژه بشن، ممکنه شما 200 تا سهامدار داشته باشید ولی 100 نفر پروژه‌تون جا داره، میخواید 100 نفر انتخاب کنید، میتونید از اینجا استفاده کنید و در واقع این کار رو انجام بدید. این هم بخش‌های مختلف امتیازبندیه. یه سری تبیین پایین داره که میتونید در واقع بر اساس نیازی که شما در واقع دارید اینجا ازشون استفاده کنید که از در واقع از نوشته‌ها مشخصه که چه کاری انجام میدن. نکته وجود داره اینجا شما میتونید، من خیلی تعاونی‌ها دیدم فقط بر اساس خوش حسابی در واقع امتیازبندی میکنن، آیتم‌های دیگر رو تاثیر نمیدن. تو بعضی تعاونی‌ها میگن مثلا ما یه آیتم جدید میخوام. توی تعاونی من دیدم مثلا مدرک تحصیلی نمیدونم یه چیز دیگه می‌خواستن تاثیر بذارن، یه چیزی که اینجا نبود. میتونید از یه آیتم مشابه استفاده کنید. آره دیگه، حالا تصمیم میگیرن. منظورم اینه که اگر یه آیتم می‌بینید عیناً اینجا ندارید، میتونید از یه آیتم مشابه، مثلا میتونید از سابقه عضویت توی تعاونی به جاش از تاریخ استخدام استفاده کنید، از سابقه استخدام شخص استفاده کنید. در واقع همون در واقع عدد رو بهش میده، امتیازبندی درسته و هیچ حقی از کسی ضایع نمیشه. این هم از بخش امتیازبندی. اگر